با پارت دوم از قرار گرفتن در مدار انرژی مثبت و ثروت در خدمتتون هستم. اگر پارت های قبلی رو گوش نکردین حتما منو سابسکرایب کنید، علامت زنگ رو بزنید و برید قسمت های قبل رو به دقت چندین مرتبه گوش بدید و از آگاهی نابش بهترین استفاده رو ببرید. تو قسمت قبل بهتون اشاره کردم برای اینکه بخواید به یه ثروت و یه هدف و یا یه حال خوب دسترسی پیدا کنید، اول باید در مدار اون انرژی و ثروت قرار بگیرید و یه باور و ذهن آگاهی درست برای خودتون داشته باشید. وقتی به این باور رسیدید که شما چی نیاز دارید، باید بشین و هدف گذاری بکنید. بنویسید اهداف مهمتون چیه و چه بایدها و نبایدهایی رو برای رسیدن به اون هدفتون باید انجام بدید. یه دفتر بردارید، تمام اون چیزهایی که شما بهش نیاز دارید و در اون دفتر بنویسید و تمام کارهایی که باید توی بلند مدت و روزمره انجام بدین رو یادداشت کنید و تمام کارهایی که شما رو از رسیدن به اون هدفتون دور میکنه یا یه مانعی برای رسیدن به هدفتون هست رو یادداشت بکنید و بدونید که انجام دادن این کارها حتما تو بلند مدت نتیجهش رو روی کارهای شما میذاره و شما رو به اون هدف و خواسته مهمتون میرسونه. نمیدونم کدومتون کتاب اثر مرکب از دارن هاردی رو خوندین یا اگه خوندین کدومتون به آگاهی های مهم و نابش عمل کردین. ولی اینجا میخوام بهتون بگم که اثر مرکب چیه و چه نتیجه‌ای روی کارها و رسیدن به اهدافمون داره. بذارید با یه مثال براتون شروع کنم. فرض کنید یه شخصی به این آگاهی رسیده که به ثروت سلامتی و تناسب اندام نیاز داره و باید چند کیلو از وزنش رو کم بکنه. ولی این شخص ممکنه در ابتدا براش سخت باشه که یه حجم زیادی از غذای روزمرش رو کنار بذاره یا اینکه براش سخت باشه یه ساعت طولانی رو ورزش بکنه یا یه ورزش سختی رو انجام بده. ولی اگر همین شخص بیاد و یه حجم کمی از غذا رو مثلا 200 کالری از حجم غذای روزمرش رو کنار بذاره و این کار رو در بلند مدت انجام بده و درونش ثبات قدم داشته باشه، حتما این شخص توی بازه زمانی بلند مدت 10-15 کیلو از وزنش رو به همین راحتی و فقط با کم کردن یه مقدار کمی از غذای روزمره‌اش میتونه کاهش بده. به این کار میگن اثر مرکب، یعنی جمع شدن کارهای به ظاهر ساده و کوچیکی که ما در طول روز مرتب انجام میدیم و نتیجهش رو در بلند مدت در کارهای ما میذاره. پس اثر مرکب رو خیلی جدی بگیرید. بعد از اینکه هدفاتون رو یادداشت کردید و بایدها و نبایدهاتون رو نوشتید و به خودتون این آگاهی رو دادید که باید چه کارهایی رو انجام بدین، باید بنویسید که انگیزه شما برای رسیدن به اون خواسته و هدف چیه. انگیزه به شما جهت میده و باعث میشه شما تو مسیرتون به رسیدن به اون خواسته و اهدافتون ثبات قدم داشته باشید و با عشق و علاقه اون کارهایی رو که باید انجام بدید یا با عشق و علاقه اون کارهایی رو که نباید کنار بذارید. پس بدونید انگیزه و ثبات قدم داشتن تو هر کاری شما رو به اون هدف و خواسته دلخواهتون میرسونه. مرسی که تا این لحظه همراه من بودید. امیدوارم که از آموزش‌های امروز بهترین استفاده رو ببرید و تمام نکات مهمش رو یادداشت بکنید و بهش عمل کنید.